بهای من مده از این لباسم، زی جا و منزل و خان و پلاسم. مرا با پول زر مشناس ای دوست، که من اوضاع روی خود شناسم. در نهان ما یک زمان ملک و دیاری داشتیم، دهی زیبا منظر و زیبا بهاری داشتیم. برای سیر گلشن و وادی کوهساری وطن، مهر و شفقت در دل و در پا مداری داشتیم. از ابد فوتیدگان تا انتهای عصر 20 قبر گنبد گشته و چندین مزار داشتیم. سود کی بخشد تو را جاوید نماند پس از این، حرمت در بین آن خویش و تبار داشتیم. نمانده است مهر در دنیا عزیزان، بلند شد قدر پول از قدر انسان. همه چیز را همه یابیم زی بازار، ولیکن مهر نایاب است عزیزان. عزیزان مهر در دنیا نمانده است، چرا در زندگی معنا نمانده است؟ همه گیرند تلاشی مال و منصب، دریغا دیده بینا نمانده است. به هر منزل کنی خدمت گل و گلزار میگردد، تمام زندگی در خانه تیار میگردد. سخن بیجا رود از تو به هر یک ملتی دلپاک، چنان دوستی عزیز باشد ولی اغیار میگردد. به زیر دلنما حرمت همه انسان عالم را، اگر چند گیرد تعلیم ناکس مار میگردد. من این را در حیات زندگی با چشم خود دیدم، چنان شخصانی ناقابل در آخر خار میگردد. به هر جا میروی یک مقصدی را میکنی پیشه، زی رفتاری نکوی تو خلاق یار میگردد. برای ملت و خلق عزیزش حضرت مسکین، زی ناکس منتی فهمد دلش افگار میگردد. جان که رفت از جسم من جانان دیگر در کار نیست، صبر و طاقت کن دیگر داد و فغان در کار نیست. لذت عمر حیات از 20 تا 79، چون به 80م رسید شوق زمان در کار نیست. در جوانی سیر کو کردم تماشای شکار، بعد پیری در نظر تیر و کمان در کار نیست. در جوانی هر چیز با شوق می باشد بسه، چونکه پیری کرد اثر دوران دیگر در کار نیست. برای فرزند مسلمان بی نمازی خوب نیست، با زبردستان عالم هزل و بازی خوب نیست. روزی فوت و ماتمی کس در میان انجمن، بزم و خرسندی عموما سرفرازی خوب نیست. خوانده باشی نوی دوستان از کتاب روزگار، بهر یاری نامناسب جانگدازی خوب نیست.